در کهکشان راه شیری حدود 400 میلیارد ستاره وجود داره. اگه فقط 1% از این ستاره ها سیاره داشته باشن و فقط 1% از اون سیاره ها حیات داشته باشن، الان که به آسمون نگاه میکنیم باید ترافیک تمدن‌های فضایی گوشمون رو کر کنه. ولی وقتی که گوش میدیم هیچی نیست. فقط سکوته. فیزیکدان‌ها به این میگن سکوت بزرگ و این سکوت احتمالاً ترسناکترین چیزیه که بشر تا به حال کشف کرده. چون به ما میگه که شاید تمدن‌ها وقتی به اوج قدرت میرسن، وقتی تکنولوژیشون از خردشون جلو میزنه، ناگهان خاموش میشن. آیا پایان سرنوشت محتوم هر تمدنی در کیهانه؟ و آیا ما هم به سرنوشت سایر تمدن‌های خاموش دچار میشیم و پایان کارمون نزدیکه؟ من اردشیر طیبی هستم، میزبان شما در پادکست مختصر و مفید. در این فصل تازه از پادکست مختصر و مفید قراره در 11 قسمت پیاپی راجع به خطرات وجودی حرف بزنیم که حیات ما روی کره زمین رو تهدید میکنه. از هوش مصنوعی گرفته تا سنگ‌های آسمانی، از بیوتکنولوژی تا بلایای طبیعی و البته از جنگ هسته‌ای تا مرگ خورشید. ما می‌خوایم بفهمیم چه خطراتی تهدیدمون میکنه، نه برای اینکه ناامید بشیم، بلکه برای اینکه بفهمیم بودن ما اینجا چقدر چیز کمیاب، شکننده و ارزشمندیه. این داستان مردن نیست. این راهنمای زنده موندن در کیهانه. پخش فصل سوم پادکست مختصر و مفید از 10 دی 1404 31 دسامبر 2025 شروع میشه. در هر پلتفرمی که پادکستاتون رو دریافت میکنید، از اپل پادکست و کست باکس گرفته تا یوتیوب و اسپاتیفای و خلاصه هر جایی، فقط کافیه عبارت مختصر و مفید رو جستجو کنید و سابسکرایب کنید تا شروع فصل جدید رو از دست ندید. لینک هایی که لازم دارید رو هم همچنین میتونید داخل پروفایل من همینجا پیدا کنید.